لورزی تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده ای های ستا غوندې ده شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده لورزی تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده ای های ستا غوندې ده شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده. سلام مجدد دوست عزیز. اول روغن انداختیم، بعد از اون روغن خوب داغ شد، پیاز و گوشت انداختیم، بعد از اون گوشت و پیاز انداختیم شد آب اضافه کردیم. گوشت و آماده است. په دغې دښته کې شاید د مینې قتل شوی. کشمش اضافه میکنیم دوستای عزیز. کمکی بوره اضافه میکنیم. زیره و هیل اضافه میکنیم. فقط 10 الی 15 دقیقه سرپوش میکنیم خلال زردک و کشمش خود کم نرم کنیم. فقط دوستای برنج اضافه میکنیم. کشمش خلال ما برنج اضافه کردیم و این شکل سر برنج آب اضافه میکنیم. آبش کم است. آبش برابر شد. دوستای عزیز نمک اضافه میکنیم. قابلی ما رو به آماده شدن دم است. قابلی ما رو به دم شدن است، آماده است. هیل زیره رو اضافه میکنیم. هیل زیره اضافه کردیم، بعد از 2 دقیقه را دم میکنیم. 40 دقیقه دم میمانیم، بعد از او میتونیم نوشیدن کنیم. دم میکنیم دوستای عزیز، بعد از 40 دقیقه میتونیم میره نوشیدن کنیم. 2 دقیقه آتیش به این شکل تیز میمانیم بخار کنه. بعد از 2 دقیقه شم جور میکنیم آتیش. 2 دقیقه ما فرست دیگه بخار کرد، اینال آتیش کم